سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به گلیچرز. امروز اومدیم با یک بازی دیگه به اسم یو فایندر. اگه همونطور که رو صفحه می‌بینین و من اونقدر راجع به گیمش نمیدونم و ریختم که الان باید تستش کنیم. اگه اشتباه نکنم یعنی درست بگم ما یک کامرا داریم دستمون و باید با این کامرا راههایی رو برای خودمون باز کنیم با عکس گرفتن. حالا ممکنه درست نگم، بریم استارت کنیم. بله بسیار عالی. بشینیم اینجا. چه جالب. بله خب بریم جلو. اینا که چی نیست. اینجا چیه؟ نه What is this place? اینجا کجاست؟ I've never seen this much overgrowth before. It's beautiful. Is this what it used to look like? Oh! Whoa, you okay? Your vitals look good. I guess we know now that falling doesn't hurt. That's some good news at least. خب یه قابلیت جدید الان آنلاک کردیم، ریوایند. بسیار عالی، میتونیم برگردیم. چه جالب. الان من دوباره تست کنم. ای بابا بعد ببین اینجا رو اگه سریع بریم. وای خب بله هیچ جوره نمیشه اینجا رفت. از اون یکی پل تست کنیم. امیدوارم این دیگه نریزه. بله بسیار. عکس اینجا چیکار میکنه؟ خب L2 رو نگه میداریم، ایم میکنه، R2 رو میزنیم. آها آها بله بچه همونطور که گفتم این شکلی ما میریم توی عکس ها و بعد راه برای خودمون باز کنیم. تلپورت. تلپورت بسیار عالی. چقدر بازی جالبی هستش. باتری. خب این باتریه کجا باید اینجا نیست؟ نه اینجا باید همینجا باید بذارمش. حواسم نبود. خب 3 تا باتری میخوایم. بله ما الان باید 3 تا باتری پیدا کنیم. آره 1 و 3. خب ببینیم چه خبره اینجا. یه عکس دیگه. You know I cannot stand these types of activities. Here I am, my love. Please, hold still. یه باتری دیگه واسه بس. Even do with my hands. Just relax then. It's almost working. Looks like we need one more. Digital landscape. Tell me. بذار ببینم دیگه نیست. Is this technically traditional or digital? Enough questions. ببین عکسمون یه همچین چیزیه. خب بعد اگه اشتباه نکنم این باید با اینجاست. خب عکسمون اینجاست. از اینجا گرفته شده. بله یه باتری دیگه. چه بازی جالبی. بسیار عالی. تلپورت رو میزنیم. خب این عکس برعکسه. اینو میشه تغییرش داد. نه روتیتش میشه که خب اینجا میذاریمش. یه عکس دیگه. بسیار عالی. من اینو کدومش صافه؟ اینجاست. آره بله اینجاست. یه باتری. من اینجا باید بذارم. آره اینجا که چیز باید برگردیم دوباره فکر کنم. باید این یه دونه تمام. خب چقدر جالب. بسیار عالی. خب It looks like someone really settled here.
تلپورت نکست لول بعدی میتونیم بریم. عکس نیست درسته؟ عکس اینجا نیست. این چی؟ نه خب باید فکر کنم همون کارو بکنیم. بذار من پایینم دوباره یه چک میکنم اگه چیزی رو جان انداخته باشیم. از اینجا که اومدیم نه فکر کنم باید از همونجا بریم. این درم من یه چک میکنم قبلش. نه دیگه اوکی. خب همونو میریم. Must be a security measure. A structured path we have to follow. Well, let's find the next working one. خب This must be the next stage. بله همین بود. اینجا باید عکسی باشه. بله این نوشته است. آها خب اینجا عکسه. آها اینجا باید پل درست کنیم. آره بدونم. به بسیار عالی. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا عکس هست. خب اینجا اگه اشتباه نکنم همینجاست. آره یه جورایی همینه. آها بله همین بود. خب بریم بالاتر. اینجا نه اینجا عکس نیست. خب چشم چیه؟ چشم میگه ممکنه سطحی باشه که بتونیم ازش بریم بالا. خب اینجا هیچی نیست. پشما گربه. پشما مگه میشه چیزی نیست. خب چیکار کنم؟ اون که ریوایند. I need to understand. This place, beautiful as it is, carries so much weight. There is promise here. Promise of a future we can surely achieve. Even now, I'm striving to reach heights I never thought possible. All that I hope is that everything we do here continues to have meaning out there as well. For our sake, for Mirren's sake. تو رو خدا چیکار کنم اینجا رو؟ آها یه دونه قورباغه به دست آورد. میگم قورباغه اردک. اینجا رو اینجاست. دن سرویس کجا قایمش کرده بود؟ خب همینه. بله بسیار عالی. بشما وای. با ریوایند اصلا حواسم نیست. بله تلپورت رو میزنیم. خب اینجا هم 3 تا باتری میخواد. خب یه دونش که اون توه. امیدوارم باز اذیتمون نکنه و بتونیم بریم داخل. این رو باید عکس باشه ها. آره اینم عکسه. اینم عکسه. خب با این ببین ما الان 3 تا عکس داریم. یکیش خورشیده، یکیش ابره، یکیش هم از این شفق قطبیاست. خب اینجا که میتونیم بشینیم. خب اینجا هیچی. از اینجا باید جوری بتونیم بریم داخل. ببین اینو مثلا من اینجا بذارم. بله هیچ اتفاقی نیفتاد. اینو چی؟ وای من اونو نباید میذاشتم اونجا. بذار برداریم ما عکسمون رو از سر روش برداریم. اینم از این. ببین اینو ما میریم بالا. خب ما میتونیم از عکس ها اینجا یه لحظه باشیم اینجا. یه دقیقه باشیم.
نه هیچ. نمیدونم واقعا بین این سه تا عکس کلا تنها چیزایی که داریم همیناست. وایسا فهمیدم. ما با این عکس ها میتونیم باز کنیم دیوارا رو خراب کنیم یه جورایی. آره همینه. خب اینجا که باتری نیست. خب ببین اینجا یه دونه مثلا من میذارم اینجا. خب الان باز شد. ببین یه باتری دیگه میخواد. خب ولی اونو دیگه نیاز نداریم. خب اینو اینجا میذارم. بله این اینجاست. اون موقع اینقدر بعد گذاشتم اکثر رو افتاد باتری قشنگ. خب بسیار عالی. اینجا یه عکس دیگه. خب این عکس کجاست؟ این بره. این از اینجا عکس گرفته. بذار من دقیق کجا میشه دقیق مثلا اینجا ممکن است چه اینجاست فکر کنم. فکر کنم درست دادم. نه درست ندادم. خب بسیار عالی. ببین انقدر فکر ما باید این مسیر رو ادامه بدیم که نمیدونم واقعا. نگاه. Oh, that's unusual. So the photo is acting a bit weird. داره گلیچ میکنه. خیلی عجیبه. It's difficult to... Can you hear me? بله ارور دادیم. یا خدا. پشمون در باز شد. What the fuck? Welcome back. A little too soon for my liking, but happy to have you. پشمام بچه کامل از اون محیط خارج شدیم و اومدیم به دنیای واقعی. Seems like the simulation had some difficulty maintaining itself. We might need to reroute our power sources to keep it running. Bummer, but that's what we get for messing with old tech. Don't worry, love. We'll get it sorted and then it's off to the races with you. پشمام چرا بیرون این شکلیه؟ بچه قشنگ تهران اینجا. عالیه. الکل میپاشه. بسیار عالی. بچه من پشمام ریخته کردن که ما از اونجا اومدیم اینجا. اینا رو باید چیکار کنم؟ اینا رو همه رو باید آنلاین کنم. وایسا اینجا. بله آنلاین شدیم دوباره. حالا کجا برم؟ باید برم دوباره برگردم اگه اشتباه نکنم. Nice work. Looks like we're back online. Ready when you are. بله دوباره برگشتیم آنلاین. خیلی عجیبه پشما. خیلی عجیبیه. بله برگشتیم به یه دنیای زیبا دوباره. بسیار عالی. پس یه جورایی الان بازی داره اینو نشون میده که دنیای واقعی خیلی جای ترسناک و عجیبیه. ترسناک نه ولی خیلی جای جالبی نیست و اینجاست که اینقدر آرامش بخش و زیباست. خب اگه شما نکنم دوباره همون میشناس. نمیدونم داریم همونا رو دوباره. از اونجا اومد دوباره. خب اینو ما برمیداریم میذاریم دوباره. امیدوارم ارور نده. فقط نمیدونم بده یا نه دوباره. Photos are back to normal too. Excellent. بله برگشتم به حالت نرمال. من اصلا نمیدونم چیکار میکنم. بچه باید برگردیم. هیچ تأثیری نداره این کاری که داریم انجام میدیم. ما برمیگردیم. بله خب باید یک کار دیگه بکنیم. بله باید به اون ور میرفتیم و من اسکول دارم. تلپورتر was destroyed. چی شد؟ چی رو خراب کردیم؟ اونو دیستروی کردیم. وایسا حواسم نبود. خب ما از بغل پس میریم به سمتش.
شکلی بهش نگاه نمی کنیم که خراب میشه، باز خراب شدنشه. یکی دیگه فکر کنم دیگه یه دونه دیگه اگه اشتباه کنم اینجا قشنگ اینجا میذارم. بله رسیدیم. خب بسیار عالی. خب این پشتی چی نیست دیگه. آها اینجا یه دونه عکس هست. آها این عکس نیست دیگه دوستان، این الان یه نقاشیه خب که فکر کامل خیلی گنده است. ببین الان دیگه قشنگ میتونیم توش راه بریم، خیلی بزرگه فکر کنم. آره او اینجا یه دونه، آها اینجا یه دونه نقاشی رنگی داریم. حالا بعد کجا بذارمش؟ من همینجا دوره میذارم. خیلی خوشگله، خیلی باحاله. بله یه دونه دیگه، اینم باز یه سبک انیمیشنی داره تقریبا. این پشت بله اینجاست، اینه که ما معمولا گوش نمیدیم. اینجا هم یکی از این نقاشی های بچه های 5 است قشنگ میریم توش. اوپن دور پشما و یه اوه حالا سبک ماینکرافت رو داریم، شبیه تیر داونه. اوه یک کم داره چشم اذیت میکنه ولی عالی. این باید بکشم. آره آها و یه تلپورتری داریم اینجا توی عکس که باز شده. بله بریم به جای بعدیمون. اوه دوباره برگشتیم به نورمال، اصلا چشام عادت نکرد. خب اینجا هم باز کردیم. اون الان تمام شده. خب اونم تمام شده. اون باز شده. وایس برام همونی. آره این یکی رو نرفتیم و باز شده، جدیدم است. خب بله بسیار عالی. خب اینجا 2 تا باتری میخواد، یه دونه عکس اینجا داریم. او این دیگه آها با این میشه عکسامون رو کپی کنیم. خب حالا من میذارم اینجا. چه جالب 2 تا همه عکس کپی داریم. بعد بدونم کجا باید بریم. اینجا اوه 2 تا باتری. آها چه جالب. خب این یه دونه میذاریم اینجا. یکی دیگه هم از همینجا. یکم بعد گذاشتمش. این هم از این تموم شد. خب بریم دوباره. بله اینجا یه دونه عکس. خب اونجا رو خراب میکنه. خب برای اینکه من یکم میچرخونمش. خب اینجا بذار. چه جالب. اینجا یه پل رو شد قشنگ. ببینیم این چیه. چی کار رو بکنیم خدایی. خب بچه ها من یکم فکر کردم و فهمیدم که یعنی برگشتم کامل و فهمیدم از ما اصلا نباید بریم اونجا. خب اونجا فقط یه نوشته است که خیلی مهم نیست چی نوشته و در واقع ببین نمیدونم چی کار باید کرد ولی اینجا تلپورتر هست اگه ببینیم درست. ببین من اینو اینجا میذارم. خب وای یه دقیقه صبر کن من از این کپی چند تا بگیرم. ببین ما اول یه دونه میذاریم اینجا. خب که یه پل درست کنیم. این پله فکر کنم واجب باشه. این پله که درست کنیم
بعد باید بیایم اینجا. بچه این گربه همه جا هست، اینو اگه دقت کنیم. بعد خیلی عجیبه که این شکلی خالیه وسطش، یعنی همچون خط خطی خالیه، نمیدونم چرا، خیلی عجیبه. خب ببین یه دونه من اینجا میذارم و یه دونه هم اینجا میذارم. بعد ریدم. بسیار آمدی. ببین من دوباره امتحان کنم درست. ببین اینو ما پلش میکنیم اول یک پل. خب بعد که این پل رو درست کردیم اینو میذاریم اینجا. اما مگه میشه؟ ای بابا بایستون فکر. آها اینو مادرت دیگه، یکم دیگه همین خوبه. وای بابا جون من. بابا مگه میشه دیگه؟ ای بابا وای چجوری اینو باید برم آجی؟ اینو اصلا نمیشه رفت. ببین اصلا یک کاری ما برمیگردیم اینجا. خب ما اینو که میذاریم، این هم میذاریم. خب اون خیلی دوره. من ریدم تو این زندگی. باز دوستان نباید ناامید شد. ببین این من نباید ناامید بشین. وای خیلی بده. آخه چرا باید بری تو دور؟ من نمیفهمم. خب چرا نرو؟ جون من تو رو خدا. وای سیکی نیاخت. آقا اینو خب ببین همین. خب همین الان فهمیدیم باید چیکار کنیم. خب اینو اینجا دوباره میزنم. بازم نشد. خب اشکال نداره. یکم جلو. اینو میزنیم. حالا چی برم این رو نمیدونم. تو رو خدا. بسیار هم عالی. این که چیه؟ بریم ببینیم چیه. خب الان سوار قطار هوایی، مترو، هر چی که هست واقعا نمیدونم. بسیار همون چقدر باحاله. I'm surprised you made it this far. It's been a while since someone's wandered around this place, and it's good to have you. Shall we continue on? The train will take us to Haraya's station, a place where science and art meet nature. بسیار همالی. بریم. بله بریم. Aran was a brilliant designer. All the lovely artistic elements you see are all thanks to his handiwork. Though his colleagues were just as amazing in their own right. Their work was always said to change the world. Or so they said. Often. I'm Kate, by the way, an artificial record keeper developed by Mirren to maintain this place. I'll be here to assist you in any way that I can, and I look forward to seeing what wonders you discover. خب دوستان همونطور که داریم میبینیم ما رسیدیم به شهر هیارا و اگه دوست دارین که این شهر رو بریم با هم بگردیم و عکساشو برداریم و جاهای مختلف پیدا کنیم و مسیرها رو باز کنیم، حتما تو کامنت ها برام بنویسین که پارت 2 رو براتون بذارم.
و ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما بودید و تماشا کردید. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.